این روزها سریال بامداد خمار غوغا به پا کرده و طرفدارهای زیادی را پیدا کرده است و خیلی ها از تفاوت‌های این سریال با رمان اصلی آن میگویند و این سریال را مورد نقد قرار دادند. در ادامه کاملترین تفاوت‌های این سریال با کتاب اصلی آن را بررسی خواهیم کرد. در شروع سریال بامداد خمار داستان شخصیت سودابه در اوایل جنگ ایران با عراق در دهه 60 شمسی نمایش داده شده است. این در حالی است که در کتاب بامداد خمار زمان قدیمی‌تر و در دوران پهلوی این داستان را روایت می‌کنند. در سریال محبوبه تنها زندگی می‌کند. این در حالی است که در رمان محبوبه به همراه منوچهر و ناهید که از آشنایان او بودند زندگی می‌کرد. همانطور که دیدید در سریال خجسته تقریباً یک دختر نوجوان است که عاشق منصور پسر عموی خود می‌شود. این در حالی است که در رمان خجسته دختری 10 یا 11 ساله است و در اواسط رمان با پزشکشان ازدواج می کند. در یکی از قسمت‌ها شخصیتی به نام طاووس معرفی می شود که این طاووس به جرم بالا زدن روبندش در مغازه شیرینی فروشی زندانی و حبس می شود، در حالی که در کتاب اصلاً شخصیتی به نام طاووس وجود ندارد و کارگردان این شخصیت را در سریال اضافه کرده است. همانطور که همه ما دیدیم نصرت خواهر بزرگتر محبوبه در سریال یک دختر داشت. این در حالی است که در کتاب او یک پسر به نام محمود دارد و اصلاً دختر ندارد. برخلاف آنچه که در سریال گفته شد اصلاً خواستگار سودابه بیچیز و فقیر نبود. فقط این پسر در دوران دانشگاه به درخواست مادرش درس و دانشگاه را ترک کرده بود و به کار پدری خود در کار ساختمانسازی مشغول شده بود و خانواده سودابه این نظر را داشتند که این پسر اصالت ندارد و در خانواده اصیلی نیست و دلیل مخالفتشان هم همین موضوع بود، نه فقر و تهیدستی آن پسر. و تنها اشاره‌ای که در کتاب به روابط بصیرالملک با زنهایی بجز مادر محبوبه شده این است که چندین زن صیغه‌ای داشته و در همین حد خلاصه شده و شخصیت نازنین اصلاً در کتاب وجود نداشت و در سریال اضافه و پررنگ شده بود. و نکته آخر این که مادر محبوبه در کتاب زنی آرام و پشتیبان بود و کمتر مرکز توجه بود. این در حالیه که در سریال حضورش در تنش‌های خانوادگی به وفور دیده میشه و نقش پررنگی رو ایفا میکنه. سریال بامداد خمار و رمان اون هر کدام تصویری متفاوت از زندگی شخصیت‌ها رو ارائه کردن. برخی موارد روابط‌ها در سریال گسترده تر و شخصیت‌های جدیدی اضافه شده، اما پیام اصلی داستان همچنان پابرجاست. کارگردان با شاخ و برگ دادن به داستان و جلوه‌های نمایشی سعی کرده تا داستان رو جالبتر و جذابتر برای بینندگان ارائه بده و به خوبی از پس این کار بر اومده. اگر از این دست از ویدیو خوشتون اومده لطفاً چنل ما رو سابسکرایب کنید و اگر یوتیوب فارسی دارید روی دکمه مشترک شدن کلیک کنید. ما منتظر نظرات و کامنت های شما هستیم.